امروز میخوایم یکی از آموزش‌های مهم واشر زدن پژو رو در اختیارتون قرار بدیم که چرا واشر میزن. یه دلیل و فرق اصلی که ترموستات پژو و ترموستات پراید و غیره داره اینه که دری ترموستات که دهنش از پراید کوچیک‌تره، این برای پراید این برای پژو، دهنش کوچیک‌تره، این حجم آب که موتور 1800 رو نمیکشه و اون بر سوپاپ نداره واسه آب کشیدن، ولی پراید سوپاپ آب داره. یکی از دلایل اصلی که پژو واشر میزنه همینه، یعنی این سوپاپ تخلیه رو نداره، از این ور دهنش کوچیک ترموستات کم میاره، گردش آب که پایین باشه ترموستات کم بیاره، این پراید نباشه واشر میزنه. حالا ترموستات پژو کجاست؟ این میشه مجموعه در ترموستات خودش که با 2 تا پیچ 13 ترموستات درش باز میشه. خودش رو میتونین عوض کنین یا هر کاری داشته باشه از همونجا انجام بدید، یا چک کنید که ترموستات ماشین یه وقت بسته نباشه. یعنی یکی از مهمترین چیزایی که پژو واشر میزنه تو تابستون یا کولرتون نمیکشه و ضعف داره همینه. حالا یه سری عیب دیگه هم هست مثل این پژو که پیچ هواگیری آلنش آب کم میکنه، یعنی نوار تفلون اینا هم بستن، ولی خب مشکله که این هرزه، یعنی هرز کرده دوباره آب میره. شما میتونید الان خیلی راحت به جای ترموستات پژو روی پژو ترموستات پراید ببندید، هم خیالتون راحت تره، هم سوپاپ اطمینان داره واسه واشر نزدنش. از اون ور در رادیاتش خیلی مهمه که چه جوری بسته شه. این در رادیات علامت داره، یه دونه سوپاپ رو خود در داره واسه واشر نزدنش که اگه میخواید واشر نزدنش سوپاپش این سمته. شما که در اینو میبندید این سوپاپ باید با این سوراخ چفت شه، یعنی اینوری میبندید، جهت داره، اینجوری باید بسته شه. یه وقت میشه شما اینو برعکس میبندید، برعکس که ببندید اینجوری اون موقع میپیچه تو هم. پس از اینجا باید درشو ببندید که سوپاپاش با هم یکی باشه. از نکته‌های واشر نزدن پژو دو اینکه این ترموستاتشه که خیلی مهمه، سه اینکه نشتی‌ها رو بگیرید از این بسته رادیاتور، از همین در ترموستات، از همین پیچ هواگیری پلاستیکی معمولی، یا از همین پیچ هواگیریه که با آلن 6 باز و بسته میشه، میتونید هواگیری کنید و اوکیشه. از اون برم رادیاتاش اینا ضعیف‌تر، رادیات یه سریاشون یک لوله، شما میتونید رادیات 2 لول استفاده کنید واسه واشر نزدن تو تابستون. اینجوری هم راحت ترید خودتون، هم خیالتون راحت تره که واشر نمیزنه. هزینه‌ش هم اون همه با رادیاتور یه لول فرق نمیکنه، ولی خب متاسفانه شرکت الان رادیاتورها رو داره یه لول میذاره. تا آموزش‌های دیگر بدید.